ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق شوراباد در قسمت جنوب و شرقی جمهوری تاجیکستان جایگیر است. کوهستان ناحیه به قطارکوه‌های حضرت شاه منسوب بوده، مرکز ناحیه در بلندی 2000 متر از سطح بحر جای گرفته است. اقلیم ناحیه یک رنگ نیست. در موضع تیرای گرمی معتدل و در موضع‌های دشت جوم و سرچشمه اقلیم سوبتروپیکی خشک و کنفرماست. در تیرای زمستان سرد بوده، تابستان ملایم دارد. مقدار بارشات نسبت به دیگر نواحی منطقه زیادتر است. شوراباد وطن خوبه، وطن با فیض و برکت. شمال داره، خیلی شمالش موی مرد بعد بلند میخیزه گم میشه. خیلی شمال که نداشته باشه چی با شورابادش میگه؟ شور آباد. شور اما برف هم میشوره. ایس با اوجا میبره، ایس با اینجا میاره. وطن با فیض و برکت. نظر به منطقه‌های کشور فرق کلی داشته. اکثریت ده‌ها که امروز شما مشاهده کردید در تل و تپه‌ها در دامنه‌ها جایگیرند و با حسن ناحیه یک زیبایی خاصه ضم میکنند. هر یک مهمان داخلی و خارجی که به این سرزمین یعنی به ناحیه شمس‌الدین شاهین وارد می شود، وقتی که از چشمه ها، آبهای مصفا، گل و گیاهای شفابخش، منظره های ناتکرار این دیار دیدن میکند، افسون این سرزمین می شود. همین موضوعی که ما شما امروز ایستادیم تاریخاً همون تیرای نام داشت. نام روزنامه هم از موقع جغرافی همین جا گرفته شده است. کلمه تیرای در تاریخ و در مدارک ها و در بایوس آمده است که تیرای ته دشت و رای مزارع زراعت و در غرس لغات آمده است که آن جایی که آن دشتی که غله خوب و چاروای خوب میخیزد و آب خوب دارد. اگر مقایسه کنی به هستی زندگی آشکار میگرده که همین دشتی تیرای که 40,000 گکتار زیادتر جا دارد عیناً همین چیز دارد. مردم مهنتکش این دیار از حساب باغداری و زراعتکاری و دیگر نعمت‌های عطانموده طبیعت زندگیشان را پیش میبرند. در این مکان درختان سیب و نوک بیشتر از همه پرورش میشوند. این هم یک وسیله روزگذرانی مردم دهه به حساب میرود. بخوری حبیبوف و بیگماه امولایوا سالهاست که به پرورش و نگاهبینی درختان سیب مشغولند و از این حساب همه فرزندان را صاحب معلومات نمودند. بود کدان خیلیت از دانشگاه را خواندم. در ترمین بچه‌م امسال دانشگاه داخل شده است. خوانده است. ما هم حالی نزدیک اوچرخم و 18 سوتیق زمین داریم. های یک 70 دونه سیب داریم. خیلی نوک سیبش برای نوک خیلی گلاس کمه یک 3 تنه. دیگرش اکثرتش سیبه. خیلی ما هم سیب نگاه میکنیم. خیلی اصیل میگیریم. سیب خریدارا میآیند اینجا میگیرن میکشن. کیلو قطعی میبرن خیلی چون بر میفروشن. ما میخرن هم خریدار. ما میگیرن میبرن میفروشن بازار دا. ما هم سیب حوری را میچینیم. جو بجا میکنیم. معده شجیده و کته شجیده و زخمی شجیده میمونیم. برای فروش تیار که دیگه هم خریدار میاد میگیره بار میکنه میبره. کدام یک خانه شما واجه بریم اگر همجا بینیم اونجا نکم از 2 تن و 3 تن. از کدیم من در حولیم تقریبا 200 بیخ نیالدی میوه دهنده دارم. 10 تن سیب امسال به دست آوردیم، جمع آوری کردیم. امسال همین نگاه داشته میشود. طبیعتی که ما را نصیب گشته از جهت وسعت بخشیدن ساحه باغداری که یکی از رشته‌های سردرآمد کشور به شمار می رود، این نهایت مهم و برای اهالی موافق می باشد. اکثر مردم دهات نشین، مردان و هم بانوان در مزه‌های باغ و کشتزار اگرچه موسمی هم باشد از نفس‌های نخستین فصل بهار کار سر می شود و تا انجام قنوچینی حاصل زحمت می کشند. میگویند اول سیب و نوک‌هایی که از تاثیر باد میافتند بریده خشک میکنیم. این کار را هر یک خانواده سرجم با فرزندان انجام میدهد. از سیب و نوک‌های خشکیده برای تشنه شکنی نوشابه تیار میکنیم و از میوه‌های تر مربا. هر سال سیب چی بدن؟ کرم دورش بسیار بود. خیلی امسال شکرانه سیب خیلی نقش روی. سیبی تازه بی‌نقصه. میکنیم اون سیبی که بو میغلطه اوس نمیشینه اوس میگیریم کشته میکنیم. قاق میکنیم. اوس هم سودا میکنیم خیلی کمپوت میکنیم. ای میوگی هم با بسیارتر نوارینی میکنیم. ای نوک ای
گیلاس های البولو های هم است. شوبود خیلی که های ششمو زمستان داره ششمو های بیاخیل سال های برف میزنه توموی مای اخیلش میشینه هم بیام شکر روغن صابون میخریم اساسش آقا دیگه همش همین صابون دیگه چی گندم آقا گندم هم داریم یک کلیم گکتر گندم داریم با گفته ساکنان نظر به سال گذشته حاصل میوه سیب امسال یک مرتبه زیادتر است. ماه اکتبر و نوامبر دوره جمع‌آوری حاصل این درختان می باشد. قسم زیادی حاصل سیب را این خانواده برای فروش و باقی مانده را برای ذخیره زمستانی خودشان نگاه می دارند. همین سیب ما همین خیلی بسته ولی تا موی فوریه هیچ نمیشه میشینه بعد ای موی فوریه بعد میپزه آقا خیلیش تا هم موی اوغم چی هم میشینه آوسا کابوتسیو همین سرسیو همین توموی همین январ با خیرونوش فوریه هم خر میشینه آقا ایرای خیلی که میرسه میشینیمش بعد دیگه همه چیز میخوره یعنی یا خیلی این پرنده بوده که اگر دیتر کنیم پول میزنه شکوف میکنه دیگه در سالو نمیره برای همین خیلی برختر چینیمش با قول همون ریلیف جغرافیاش مطابق است با چربه‌داری با باغپروری با غله‌کاری باید مطابق است در اینجا چربه خوب میخیزد غله خوب میخیزد و تمام موجودات از اون بجز موجوداتی که گرمی دوستند دیگر همه موجود در اینجا نشو نمو میاد و حاصل خوب هم میدهد. در این منطقه قریب مردان با نوام برابر کار میکنند. در برابر باغداری و زراعتکاری به هنرهای ملی نیز توجه خاصه ظاهر می نمایند. به خانه قرغیزما صمد و مهمان شدیم. او یکی از چهوران ماهر و استاد گلبازکاری می باشد که همه روزه اگر نفر برای دریافت لباس چکن و گلباز به او مراجعت کند پس دیگران برای آموختن این هنر نزدش می آیند. قرغیزما طرز آماده کردن این لباس را برای ما چنین قصه نمود. من تصمیم گرفتم که این هنر را از سر نو زنده گردانم. در دهه ما دهه یال که کمپیر با نام مامای بیگما زندگانی میکرد کمپیر 86 ساله اما یکی از همین هنرمندان همین تگناب زمین بود. خواستم که با همون کمپیر 86 ساله هم صحبت شوم و از هنر والایی که این هنر از بین رفته بود یادآور شوم. بعد ما با همراهی یک گروه زنان و دختران رفته از همون کمپیر همین هنر رو یاد گرفته آمدیم تا با امروز این هنر رو از سر نو زنده احیا کردیم. یورا با دستم میچکندم صد مقوم صد مقوم میکردم بعد گلبستش میکردم بعد رنگشو میچکندم شوشو میکردم فاسان عروسا رو فقط میکردم کرتا میکردم کرتا و پوچه و نمولو بعد دستشو میدختن بعد در راست سوارشو میکن اصلا سوارشو میکن بعد بازم کامی بودن شو. بسیار هنر زحمت طلب است، هنر مهنت طلب است، بسیار مهنت سخت را طلب میکند. در این هنر زنان و دختران در کار هستند که بیتوانند که همین از عهده همین هنر برای که چون که این هنر از یک دکه سفید سر می شود. دکه که من نگاه کنید این همین یک دکه سفید است. به همین دکه سفید ما چخیل روی مولای گلباز تیار میکنیم، چخیل
سر و لباس گلباز تیار میکنیم. رنگ هایی که ما با همین سر و لباس تیار میکنیم می توانیم که از علف و گیاه هایی که مثال در ما بخش هستند در اینجا از میوه ها هستند مثال که ما رنگ تیار کنیم از اون ریشه درختی زرنگ هست که پوست انار است که می توانیم که ما رنگ تیار کنیم همین هنر رو از سر نو زنده کردیم احیا گردونیم. اصولا در ناحیه‌های این منطقه بیشتر چکن معمول است. گلباز باشد به حیث یک متاع با صنعت نادر آماده شده در فهرست سر و لباس افتخاری بانوان جا گرفته است. سرانداز و پیراهن گلباز طوری از نامش هم پیداست به مانند چکن سراپا گل پوشند، ولی گلباز از چکن با نازکی‌های خاصه آماده شوی کسبیش فرق می‌کند. اگر 2-3 ساله پیشرفت چکندوزی هنر خانوادگی و حتمی برای هر بانوی روستایی محسوب می‌یافت، گلباز بندی این طور نیست. زیرا گلباز از بانو کاسبان آنگونه زحمت سنگین و چالاکی و زیرکی می‌طلبد که نه هر کس توانی آموختن و از خود کردن آن را دارد. ما با 12 نفر زنان دختران دهات همین هنر را نشان دادیم. وقتی که من اولین بار همین هنر گلباز را با دختران سر کردم، من 10 نفر شاگرد گرفته بودم برای نشان دادن همین هنر. چون که این هنر در این دهات نبود، مثال در اینجاها نبود، مردم به همین هنر یک توجهی کردن که با روز دیگری که شاگردا با کسب آموزی آمدن با جای 10-12 نفر 20 نفر زنان دختران ما آمدن، چون که از همین هنر ما چیزی را یاد گیریم. و چند گلباز میکردم یاد گرفتم، نگاه میکنم، رنگی همو میکنم، ایودو با خوشتر میکنم. یک روز دو روز میبستم بر رسمون میبستم، بعد در رنگ تر میکنم، بعد میشکیدم، همه گروش شدن. ایرا کیره نشوندم نه قرزمورا نشوندم. دختره که پر میومد خونه دا میچکندم، پر میچکندم، 10-12 تا میچکندم، میگفتم بگیم بندین، بعد میبستن. برنگ ترشو میکیم، گلباستو میکم، هر گری، بعد رنگشو میکم، خشروشو میکم، خشروشو میکم. وقتی که ما همین یک رومال گلباز کلان است که این قدر میدهک شده است، قدر خرد شده است. وز اگر ما همین رو رنگ کنیم، همین رو کشوده کنیم، همین یک رومال گلباز کلان است. وقتی ما ایرم ریزه بستی میده بستی کردیم، من همین قدر شده است. بعد از آن ما همین دوکای گلباز کردگی را در آب تر میکنیم، 10 دقیقه پیش از رنگ جوشاندن. برای همین را در آب تر میکنیم که همین گل‌هایی که در بسته هستند محکم کردگی شده هستند، همین گل‌ها کشوده نشوند. وقتی که این را همین رومال در آب تر کردیم، همین ها ورم میکنن، همین بستگی ها ورم میکنن، دیگر یا کشوده نمیشوند. قرغیزما صمد و این کار را در روز آفتابی انجام می‌دهد. پس از آفتاب کردن باز رنگ می‌زنیم و بعد گل‌ها را با رنگ خاص آرام می‌دهیم. متا گلباز می‌شود که بعداً هر خانم می‌تواند آن را به طور خود آرایش دهد. برای آماده کردن گلباز تا 3-4 روز کار می‌کنیم. تا آماده شوی یک سر و لباس پر را 10 روز زحمت می‌کشیم. میگوید قرغیزما صمدوه. هر یک گلی که ما در همین جا ماندگی هستیم، همین به خاطر چی به رنگ زرد گل ماندگی است. و همون خاطر به رنگ زرد گل ماندگی است که گل‌ها را از همدیگرش جدا کند. هر یک همین گلی که ما همین خیلی مانند نقطه واری ماندگی هستیم، هر یک همین را ما با رشته پختگی، خیلی رشته سینتتیکی نه که مثال این دوکا پختگی هست و رشته سینتتیکی و آیا را می‌دراند. ما نه به همین رشته پختگی هر یک گلی ماندهمون رو هم خیلی میبندیم. در بازار ما وقتی که ما باید
ویستافکا میرویم، در ویستافکا بسیار سیاحان میآیند، مردم جمهوری میآیند، زنان و دختران بسیار هوس خواهشی همین چیزا دارن، بسیار خواهشمند اینها بسیار هستند. یک لباسی که مثال برای یک سر و لباس تیار کردنی همین سر رومال گلبست، لطه رومال گلبست، فرمه گلبست ما میتوانیم که 10 روز مهنت کنیم، زحمت کشیم، بعد یک سر لباس گلبست ما تیار شود. 240 ساعت بعد از یک متاع سفید ما آن همین خیلی رومالا و فرمه های گلبست تیار میکنیم. بعد 240 ساعت در گلبست از یگان رنگ کیمیاوی جدید استفاده نمیبرند و حتی همچون سیری هست که هیچ کس نمیتواند که آن را از پیش خود آماده کند. برای از خود کردن آن حتما آن را باید از هنرمندی آموخت. ما در همین دیگ پوست انار را در آب شیرگرم تر کردیم و خاطر آن پوست انار را در آب شیرگرم تر کردیم. بعد از این آب پوست انار به خاطر ما تیار کردن میمونیم که همین رویمال گلبستی که در ما رنگ شونده استداییم ما در همون متاع را تر میکنیم. به خاطر آن تر میکنیم که همین رنگ که مثلا من در همین از نه اینو ما از دیگ میگیریم. تا خشک شدن دوکا را ما در همینجا این دوکا را میمونیم میسد. وقتی که دوکا خشک شد ما میتوانیم که هر یک همون گلچه که در همین بستگی هستک مخکم کردگی هستک همین ها رو کشوده بعد اثر نو گل ها رو رنگارنگ کنیم. شاعرای ما در وصف همین رومال گلبست شعر رو بایاتون ایجاد کردن که گفته سفر محمد ایوبی در یک شعرش گفته است که دوکای گلبستی تو را ای نگار میکنم احساس چو فصل بهار، در سر هر نقش بگردد شمال، در سر هر نقش بگردد خمار، در سر هر نقش هویدا شود دهه دشت جم و ملیاب و یال. نه رومال گلبست ما تیار شد، میتوانیم که رومال رو ببر کنیم. در همین منطقه با امام علی رحیموف که مشغول چرانیدن مرغ مرجان بود صحبت نمودیم. او برای بهتر نمودن وضع اقتصادی خواجگی و تامین بازار داخلی با محصولات خودی به پرورش مرغ مرجان مشغول است. میگوید این موضوع برای پرورش مرغ مرجان خیلی مساعد است و اکثر ساکنان دهه انجیراب جماعت نورالدین محمودوف نیز مرغ مرجان پرورش میکنند. وزن میانه این پرنده بیش از 8 کیلوگرم شده در یک سال تا 200 دانه تخم میگذارد. بسیار چیزی درآمد نوکر. ما همین را برایم که پرورش کرده شدم که باز همین را ترقی بتیم. در همین خواجگی‌هایی که در همین جا هستن به همین خواجگی‌ها بفروشیم، اینا هم پرورش کنند. مردم نمیکرد. این در اینجا یکمین در اینجا ما همین کار را بر راه ماندم. اکنون گفتنی هستیم که این چیزا باید ما ترقی بتیم. یا باید ترقیم در بین مردم هم نگاهی کنند، درآمد کنند. از این سوال بسیار ساحه درآمد نوک است. اگر که همین شرایط خانه در ممکنه، من همین خانه لولو در همش در ممکنه که این چیزا پرورش کنیم. این تمام چیزا میخورد. علف هم میخورد، دلونه هم میخورد. من همین جو گندم چه چیزی که باشه من در بعضی زمین‌های که اعلام میشوند من گندم رو کشت میکنن میبریمشون با هم دشت ها میچرانیمشون با میگردونیم گرمدام میاریم. بخاری حدود ممکن که 5 کیلویی 6 کیلویی گوشت خرید که داشته باشن. در حقیقت در همین جاهای ما هم همون پرورش مرغ مرجان هست. در همین دهه 90 امروز هم نمیدونم راستی براستی میتونم تو جا گفتم مرغ است که
нисбати чорво ӯ ҳам тарбияш осонтар аст ва ҳам нафъоварияш бештар аст. ӯ ҳам тухм мекунад, ҳам гӯшти фаровон дорад ва болои инаш гӯшти парҳезист. Ба ҳамин маънӣ дар ҳамин кӯҳистони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин тарбавариш кардани ин нав мурғ ба нафъи хонадону ба нафъи ҳар як оила аст. тавре дар суҳбат ба мо гуфт аввал шумораи ками мурғи марҷон харида будем ва дар муддати 8 моҳ саршумори онро қариб ба 150 сар расонидем. соли оянда саршумори онро ба 1000 сар расониданием. дар оила бисёр хуб аст, даромаднок аст. мо ами мурғо 18 сар харида гирдем. 18 сар айни зилмобод харидем ба нархи 170 сомонӣ. анаку имсол чӯчашу шинондем қариби ки 120-130 баромад. ай ҳамин ҳисоб мо чанд таша фурӯхтем, ҳозир як 90 100 дар ҳаминҷо мавҷуд аст. хуб фикр дорем ки дар оянда ира мо зиёд кунем. акнун и ё ҳозирада дар шароити хона парвариш карда шуда истодаам. агар ки дар ягон ҷой боз кушодтар агар ки бошад, ин чизора зиёд кардан мумкин аст. ин аз 100 сари агар бо он шарте ки чӯҷа барорӣ қариб ки 1000 сар мешавад. азбаски дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин мавсими зимистон каме душвор мегузарад, барои тоза кардани барф амаки Таварали Расулов чунин белҳои калони чӯбӣ месозад ва махсусан дар зимистон кораш дар авҷ асту харидоронаш зиёд. барои барф руфтан кирчака чӣ мекунад? барое ки вақти зимистон шудааст бои дар кор мешавад. пурна хела бад мебурад. я сутоқ 1 метр зад мебаранд аҷа шурободу ҳар ҷо мегиранд, клиент мея мебаранд. ира ай чӯи сафедор, чӯи чормағз, чӯи тути хастут аямиё тайёр мешавад. аз рафти кори ин ҳунарманд ки бо офаридаҳояш кори мардуми деҳаро осон мегардонад ошноӣ пайдо кардем. аз рӯи нақли ӯ падару бобоёнаш низ чӯбкор буданд ва ин касб барояш аз хурдӣ шинос аст. пас аз ба нафақа баромадан ҳамроҳи набераҳояш ин ҳунари авлодиро сайқал медиҳад. ӯро дар маҳалла ва берун аз он ҳамчун устои чӯбкору моҳир эътироф мекунанд. ира худам ёд гирифтам. наи дутор буда метрошондам ра. ора рамати хисрам укулоб да зиндагӣ мекард, ай ёд гирифтам. чизои чиро ҳамаша бурдам, агар не иҷодам ра буд, чахчӯи дух кашидан, барои дух кашидан, ине аи буд, қошиқ буд, қошиқи чӯи, ине хуб бо чӣ инай тари тайёқ буд, ине тиёқ барои мусфедо. ай чӯи ирғай мекунам, таф мети, ай чӯи ирғай мекунӣ, дуста мекунӣ, дигар бисёр шаб бепул мебарад, орган мегиранд меравад. мусфедои ҳами қишлоқаи ҳар ҷо. ҳозир клиенти шака ҳами ҳозирада ҳами кирчака. бисёртар аз шуробод мегибаранд. фасли тобистон албатта меравад, тирамо ҷои тобистонро мегирад ва зимистони ноҳияи Шамсиддини Шоҳинам нисбат ба дигар минтақаҳои кишвар ба куллӣ фарқ дорад. яъне дар ин ҷа аз моҳи ноябр сар карда, аз охирои моҳи ноябр то моҳи май дар ин ҷо зимистон ҳукмфармост ва баландии барфи ин сарзамин дар талу теппаҳо зиёда аз 3 метр бошад, дар маркази ноҳия 1.5-2 метрро ташкил медиҳад ки анамо ҳунарҳои миллии дастие ки гуфтам, имрӯз мо дорем курчак меган
аз ӯ чӯб тайёр мешавад барои руфтани анаму барфу тоза кардани роҳраву майдони назди ташкилоту муассисаҳо, хонаҳои истиқоматӣ, ки ин ҳам як ҳунари дастии миллии мардуми сарзамин аст. тайёр кардани кӯрак ки бо он барф тоза мекунанд кори як нафар нест. дар ин кор ба ман ҳамаи аъзои оилаам кӯмак мекунанд. фарзандонро дар атрофаш муттаҳид кардааст. мо бо ҳам кори барои ҷомеа манфиатдорро анҷом мерасонем. ғайр аз ин дигар касбҳоро низ дорам ва кӯшиш мекунам ки ҳар нафаре ки наздам меояд ноумед наравад. таварро ҳами қишлоқа ҳамашам меёрам, ма дуста мекунем. бел, тавар меёрам ҳамҷа клинто мерам, адир меёрам дуста, ирғай меёрам, алов мекунам, чакдунда таф метам, рост мекунам, дуста мекунам. ҳами қишлоқ анҷирони меёрам, ҳами гирди атроф ба ҳами мира меёрам дуста кунем. тавар, тешаву, арраву, аррошуна тез мекунам. чӣ коре ки бугӯ ай дустам меаросига, оста оста. як теша вардам дуста шикастагӣ, гуфтам мера дуста ки баъд ба зимистона кирчак заказ кардам, ба мара насиб бошад кирчак тайёр мекунад барои барфрӯӣ. то барф задана кирчака тайёр мекунад як ду рӯза. инҷа баъзе вақт то қариб ним метр зиёд то 1 метр задагӣ барфу ҷои шуда. ҷое ки бод мекунад барфа то қариб 1 метр барфа мезанад дар кӯҳ. ҳами одаме ки кор кардагӣ бошад, агар ки 20 қарор як ҷода бугӯи ки одиқ кунам ба пӯш кунам, дарав ай по меғалтӣ. кор накунӣ намеша. амоли як ҳафта буд касал будам анҷа. нами кафкафам мегирад ки дар алтар бихезам, як кори хоҷагиря бикунам. инҷа вардан амоли чӯ барои дутор, барои қошиқ, барои най овардан. хай касал будам, дигар соз накам буд, ҳамиҷа пир буд, бурдан шуд. мардуми минтақа бо орди сафед ҳатман орди гандуми осиёбӣ омӯхта мекунанд. вақте ки ба хонаи гулшан гадоева омадем, ӯ барои нону чапотӣ орд мебехт. бонувон мегӯянд вақте орди сафедро танҳо нон мекунем, кулча, нон ё фатир тез сифаташро гум мекунад. аммо дар омӯхтагӣ бо орди гандуми осиёбӣ нон дер боз вайрон намешавад. имсол миқдори зиёди ғала гирифтем ва аллакай осиёб карда ба хона овардем. ин барои як оила то зимистони дигар басандагӣ мекунад, иброз дошт холаи гулшан. имсол акин назар ба солҳои пештара хеле захирамон бисёртар аст. аз солҳои 10-15 қубча гандаму орд мекардем, имсол бисёртар кардем. дар замин як мусафед дорум, як бача дорум, як мусафед, хеле се набера дорум. ҳамун наберон қати мусафедам зиминда хай меҷунбанд, кор мекунанд барои ризқирӯзию, барои зиндагию. инам хеле بیاین همسایان بیاین دگانام با شما زنده بیر شکرها میکنم در لب چکدان تزکا میکنم بیاین. نانو چپاتی های مردم این منطقه نیز در حجم و لذت از دیگر محله ها تفاوت داشت. از بس که اینجا محصولات شیری و روغنی استحصال دستی فراوان است، آنها گاهی در خمیر شوریده شیر و روغن استفاده میبرند. به قول این مادر مهمتر از همه وقتی که خمیر را با تمامی صنعت شوریدیم، نان به روغن و شیر هم با لذت میبراید. نان گندم خیلی بهترین امی خریش امی آدمو نان گندم است. امی اوردی خیلی که یکم دیم چخیلی امی خیلی لذتی گندمی را نداره. اوش هم نوشیدگی نشوه و لذتی گندمی و نان گندمی بودی گایوخی.
او یکی از نانپزهای فعال منطقه است. اول چپاتی میپزد و در این کار همسایه‌ها به او کمک میرسانند. در آماده کردن چپاتی همتا ندارند. الکی در یک مدت کوتاه چپاتی آماده شد. همیشه کمت که سیر باشه، سرخون سیر پر باشه، همه چیز میشوه. سرود میشه و رقص میشه و بازی میشه، همه چیز خرسندی و توی مرکه میشه. صد باشه همه پشتی نمیونه سیری و پری و همی خرسندی ایاموه. صد برش شگرانه با این سال جناب ولی اومد با همین سرخونم و سیر پر غلب دارم و سیر پر شید. راست میگم. هر ساله میگم در 15 خوبچه‌ای 100 برش شگرانه این سال خیلی گرفتیم 40-50 خوبچه‌ای. نگاشنی چه پیازو پودینه و پیازی نمیره همه ریزه کردم چکیدیسم شکر رو کردیسم از نونو را پزه نونی گرم شکر رو میکنی میگه دودی همسایه که ببرویه میری خیلی همش یکم 5-6 نفر بود همین قریبی ها همون یاران دگونه و همون خودم میری میکنی و هم تیزکو و شکر رو سیمون میفوره شیرینی با مزهش دلای چندونه او هم بچه جون همونجا نون همه کنات کتکا میکنی و او جوش میریزی و تر میکنی میخری با مزهش همونجا خوردن چپاتی با تیزوبه لذت دیگر دارد. زنها سر چکدان جمع شده از آب و نمک و قلنفوری تیز یک خوراک عادی ولی خیلی بلذت تیار نمودند. خدا رحمتی پدرم بسیار مسافر خوب بود. وقتی که مادرم نانپزی میگرفت میگفت اومد میگفت که کمتر یک تیزکا اون کن. بعد تیزکا میکردیم اینم تری میخورد رحمتی بگید اختراع گیریس هدی صدقه بگونم صدقه هم سویوم نه تیزکا بری تر اینه بچه جون اینه که تری تیزکا اینم تریه اینم تری تر میکنه اینها بگیریم بخوریم خوشمون بینی آدم بگیرین ای تیزکاوی مو ایمینه توی چیکاگی مو بی شگرانه صد بود اینه اردوی تلکاگی ما دیدی؟ خیلی دیگه صد باش خیلی انبار داری گندمی با بسیار با مزه تیز نمیکنیم؟ میکنیم بکنیم عجایب بلازت بگیریم همین نونی گندمی قطع شکر و تیزگو همه ده پولای دگونم یک تا گرفتن که ما 3 بار گرفتیم اگر خاله گلشن با همسایه زنان تیزوبه را در لب چکدان آماده کردند، گروه دیگر قروتا با فتیل سنگک را که بیشتر در فصل تیر ماه و زمستان استعمال میکنند تیار مینمایند. بعد از بستن سنگک فتیر آن را گرم در طبق کلان ریزه کردند و دست جمعانه به آماده کردن قروتابی ملی پرداختند. وای لذت دیگه خب وای قشلق با دیگه او شرده میکنن و مزه نداره اردش میکنم چیش میکنن او چکر تاز همی میگیریم خلطه دا میریزیم ای چیمونو چکر میشه دیگه یکم سرش نمیدم تازش گویا که همی هست مزه قرو دیگه او چکر دیگه چی؟ چکر قد دیگه مزه قرو دیگه پیشتر رو اول جفت نهی تخم بده چی بود میخردن سری قروتاشونه و نونشونه میگرفتن گواشونه و جفت میرفتن با باماشونه با تیار میکردن این هم بیاشور ما بایی پر کرده است این هم تری با بای رمان پتر خندش در پشتش میبست جفت رویش میکرد گواش هم میگرفت جفت میکرد ما با هم رکوتمون هم را دیدیم خولبرانی دیدیم جفت چیرانی دیدیم هم ایکورن درو درده با دوست میرفتیم درو میکردیم و بچه‌م و سبوی اویم دور میکیم فرزندمون هم فهمیدن زنگ میزنن که خیلی تئوریتون ببینین که اومده اسودیم خبرت پیش که قروتان کف میزنیم همین خیلی که نمی گونه کرد کف میزنیم میگیریم در یک جوگه میسته این هیچ وایرون نمیشوه با داخل هیچ نمیشوه و در وایمو بو میگیریم تیار و خوب چیزی که باشه میکنیم همش خاک زیبی میگم این زمستون همه قروتو وای
زیبیسی میستون. ما فطیری سنگکی میکنیم تری بیروغان میکنیم رنگی هم دورای بیو بابا میموریم بعد میریزیم بعد دیره قروتو میگن اولی را ما کف دایسون کف بزنم اور در طبق میریزیم و کف میزنیم بعد ایک را میریزیم گشته در درون همی آبی همی میریزیم روغان هم میریزیم بعد پیازه بولوش میکنیم یک خیلودم میکنم یک ما قروتوی همی توزکی خدیومون ما روغن میریزیم و بعد پیازه را بولوده میبونیم ای بولوش میریزیم بعد را میگن که قروتوی توزکی قروتوی یعنی بی باباگیم. در موسم سرما در اکثر خانه‌ها چنین طعام ملی را دیدن ممکن است. قروتوی مرادیم اینا بگیریم بیم بشینیم بخوریم. بعد یک مردک داشتم خیلی مردک مورد رفتم میگفت که همین قروتو وکنی که تو نمیجای دسته روغن باشه شوخی میکرد که تو نمیجای دسته روغن باشه انا همون باید قروتو میشه خیلی زیاده موسی رو قنه میخنن روغنی. باید گفت که همساله ساکنان این منطقه از همه پیشتر فصل سرما را پیشواز میگیرند. معلوم شد که فصل ده در کوهستان مشکلات خود را دارد. مردم بیشتر وقت خود را در خانه های گرم و به کار بند میکنند. اگرچند زنهای دهات از سحر تا شام با نانپزی و پخت و پز و شستشوی و روبچین بند میشوند، باز فرصت مییابند که هنر آموزند. در گفتار هر یکی آنها سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی صدا میداد. قربانبی میرزای و چکندوز نامی محل است و در اینجا به بانوانی به شغل این هنر را می‌آموزاند. همه وقت زنان و بانوان هنرمند ما در رفت هنرهای مردمی خود، در رفت فعالیت کاربار زندگی خود باز با فرزندان و دختران و دیگر جوانان در نشان دادن و تعلیم دادن همین هنرهای مردمی سهمگذار هستند. بهترین بانوانی در اینجا سهمگذار هستند که حوزه هنرمندی کرده ایستادند. نه اپای زنو بهترین تاقشنان سطح جماعت ما هستند که اگر سریا قلم بزنه سفرما توبونبی ایلولبی ایکاسو میدوزن انا ایزا نباشه تاقی را اصل میشنن تاقی دختگی ما تاقی تایر کدگی زنو بانوی هنرمندای ما ایدیگر نوعی فرق میکنن هم بر نقش نگاری خود هم بر طرزی صفت خوب سسمون که همین نه رنگش میروه نه دیگه ای تاقی هم چند سال میروه ده پیشتر بر دیولی میزدیم یک 3 سال شده که ای بین رفته برای که خیلی کارش قینه کلونه دوختنش مدتی دراز 1 سال دوام میتاد کرتای چکن خیلی یک کرتای چکن عروسی خلا میزنم رنگش میشنونم میبرند دخترکو میدوزن امو را با میورن خودم دوزنده ایم میچسبونم توقیش سوز میکنم اگر هم دوزنده که هم کرتر اول تو پوچا تو رومول تو توقی میدوزه 1000 سوم نرخی همو کرته های خیلی خودم قلم میزنم شکرانه همی کسب کارم رزق روزی میامی میوم فرزندم دخترم سرکور دارن مثالی نما استین میزنم یک استین شد دخترم میزنه خیلی نقش میدوزن خودم هم نقش دوزم کرتای عروسی میدوزم چند تشاگیر دارم ما هم بازی برآمدگی برای شبچه خیلی پیش تخت چکن ما مادرها کوشش میکنیم که همیورا در اون وقتی که شب سر عروس میرود پوانداز همه چکنی شبکی با همون کسیت هم تو یک تماشا کردن همون با بسیار فسان میتوه ما خیلی با همیده روح بلند میشیم. شوخی کار میکنیم بعد همی دوره‌ای که دخترک بودیم بعد همی پریس بور میکردیم بعد دخترها اسمه کفتر کریده بودیم و داره او پوستیم بعد میگفتیم که نه کفتر یک بره روحوی کفتر یک بره هیچ بنده مسلمون هستنی کفتر نبره بعد دخترها میخندیدن که خودم دام کفتر شکن خیلی شگرونه مادری 8 گولکم خیلی 4 بچه 4 دختر شگری خدو.
در این جاده هنرور چیره‌دست یادگربی صابر و نیز نمونه عبرت است که در برابر براه ماندن دخت و فروش سر و لباس و کرپه و جهاز عروسی دختران محله را به هنرآموزی فرا گرفته است. که نمیده دخترشو دادم هیچشو نکردم. نه که همی 3 سال شد همی چی هنرهای مردمی را خیلی کردیم. نه 3 ساله همی ای بانک میرم تو میگیرم قرض 50,000 در 50,000 گرفتم سال 10,000 کردم. نم قلم ریزگی میکنم خیلی سودا مخشرای نمی 4 کوپچه گرده خونه میکنم 800 700 خیلی با پیچی تخت میکنم چودر میکنم رو تختی میکنم. بعد مرا همی چی تعلیمی کلان سالون یوردم داد بچم 3 کورسم داد. یک چکن تا قلم ریزگی امال 60 تا شاگرد دارم. این شاگرد ما آوردم من اینای دهه کفتر موقع بود چی جماعت داغستان. چکن ناحیه شمسدین شاهین از دیگر ناحیه ها فرقیت کلان داره. ما که خود با همراه همی دوگان ها و همکارم اشتراکچی تمام چهاربینی های هم سطح ناحیوی جمهوری ولایتی هستم همه جاده در چهاربینی ها نگاه میکنیم ایا دیگر می آموزیم میبینیم که نقش ما چکن ما دیده با دیگر ناحیه ها از دیگر منطقه فرقیت خیلی کلان داره. نقش ما نقش تاجیکی ملی ما سیر آب رنگای نقش وزنین تره ده مقصد ولایتی سوق نقش نگارش دیگه خیلی ایمو نقش نگار بسیار تره. همه نقش نگاری ما ای نقش نگاری اوها هم رنگه هم قلمزنی هم گلها فرقیت خیلی کلان داره. در یک سال در ولایت ختلان از جانب هنرمندان چکندوز تا 2670 عدد کرته های چکن، 2803 توقی، 3506 عدد بالشت و دیگر سوزنی ها آماده کرده می شود. در ولایت جهت رشد چکندوزی یک زمره چاره ها از جمله در شهر و ناحیه های ولایت جمعیت دارای مسئولیتش محدود چکن و گروه های اویلوی چکندوزی تشکیل کرده شده. محصول مهنت آنها دسترس خواهشمندان می گردد. این عمل برای غنی گردانیدن بودجه اویلا و رشد ساحه چکندوزی در مملکت مساعدت خواهد کرد. در این زمان تعداد هنرمندان چکندوزی ولایت ختلان 89 نفر را تشکیل می دهد. مورد ذکر است که با مقصد رشد چکندوزی برنامه رشد چکندوزی در ولایت ختلان برای سالهای 2019-2021 تهیه و قبول گردیده است. دخترها همش نزه اکثر امو زنی که هنرمند است دخترش هنرمند میبرویه یا شعرآموزی. اینا شعرآموزی تمام شعرآموزی نه بتوازی ما کورس تشکیل کردیم کورس شعرآموزی نه توبون بی خودش میدوزه هر سه دخترها شعرآموزی دوزن در ویستافکا خودش نتونه خانه دمیش نه تیار میکنه. ما اگر ویستافکا میرم آزمون میرم چیزا میبرم سودا میکنم مبلغش آورده خودش نمیتم. اینم یه یوردمی همکاری بین ما و زنای هنرمند میشه. ورود میته دنمو کفتر میتم یا تسرقم نمیکرد. ایوی نمی 3 ساله ها همه کشوی برم همه خلط خیلی خلطی که نمی دوره ننوم پازی میشه ساستده دایم غوصک پخت منم خری اولی صورتم در دگازید برمای یورده همون دو دیسای ما که گفته هم گپو که نه ساستده درفتم ها زخدم نون میپازم هنروی چی بود دخترو را نشون میتم کلینو را نشون میتم. از یادگاری های تاریخی این سرزمین مزار حضرت امام عسکر، آرامگاه مخصوم مولا بادرجان، آرامگاه شیخ محمد دمان ولی است. آرامگاه شیخ محمد دمان ولی یکی از یادگاری های منطقه است که دورتر از مرکز ناحیه واقع گردیده است. درباره پیر بزرگوار که زیاده از تاریخ 700 ساله دارد، پیر حضرت شیخ محمد دمان ولی با عصرهای 13 14 سرگذشت روزگارش راست می‌آید. زاده همی دهه پروار وفاتش هم دهه همی پروار. در دوره زندگانیش بسیار نقل ها و روایت ها است که این پیر بزرگ از مادر ولی به دنیا آمده است. مادر همین شخص شیخ بزرگوار برای آب می آید. این شخصی که از حج آمده است این خیلی هم شخص دانشمند و شخص عالم فقیه بوده است پیشش می خیزد. وقتی که پیش میخوزد مردم را از این عملش اون آدم مسافر را غششون میاد تو گویا برای پیش این زن خستگی اون آدم خیلی لط و کوب میکنه و بعد میگوید که من برای
پیش این زن نخستم. من پیش طفل این زن خستم. این به دنیا شخصی می آید که شورای جهانی پیدا میکند و خوشبختانه هم همین شیخ یار محمد ولی هم شیخ مدامان ولی از همون زن به دنیا میاد. بعد در اینجا تعلیم گرفتن باز فیض‌آباد میرود، افغانستان راه میرود. بیشترین استادانش در همون راه او را تربیت میکنن و اویا میرسونن. بعد از این باقی با هندوستان رفته، بعد میگردد به وطنش به زادگاهش میاد. همسال تعداد زیادی مردم از اینجا دیدن میکنند. باشندگان محل میگویند بالاتر از این مزار درختان چینار پیر که تاریخ چند ساله را دارند و مردم شنیدن آن را یاد ندارد احاطه کرده است. به قول ساکنان سالهای پیش ورود مردم را به این مکان روا نمیدونستند، اما در دوره صاحب استقلالی مملکت که توجه به حفظ یادگاری های تاریخی زیاد شد، رفت و آب به موضع های تاریخی نیز افزود. تا حاضر مثال در همون مدرسه که بابامون درس میدادن در همونجا همون چوب دست چنار شدگی این هم اثبات میکنن. چندین کسا اومدن دیدن اثبات کردن که همین چنار تاریخی 600 ساله داره. چنار کلان نه، اطراف همین دوره‌ای که هست در زمین 13 متر تشکیل میکنه. 13 متر همین خیلی همون کنده چوبی همین چناره. باز به غیر در همون اطرافش با نوده های برآمدگی الهوایی داره که نوده از برش اومدن. همون تو حاضر هست بالای همون درخت همین خیلی سوختگی ای تو حاضر سیاهیش نرفتگی ای همین خیلی سودگی سیاهیش. کسی که میبینه میگن که از همین شیخ یک تا چوب دست درخت ساز شدگی میگن بالاش سوختگی همون ببینیم چه خیلی. ما در حال بردن نشون میتیم میبینن نگاه میکنن در حقیقتا اثبات میکنن که همون بالای همون سوختگی همین خیلی چوبی علوشور بوده است. از همون اثبات میکنن. در بارش به حد روایت های گوناگون وجود دارد و ضرور است که همه شخصیت ها رو همون تاریخ شناسان و آنهایی که به همین مسئله سر و کار دارن باید بیشتر و خوبتر تحقیق کنن و ما مردمی که به کسب روزنامه‌گیری شغل داریم مشغول هستیم باید اینها را در روزنامه‌مون برای همه امروزه و آیندگان ترغیب کنیم، تشویق کنیم، نویسانیم. ناحیه شمس‌الدین شاهین همچون ناحیه کوهستان و اگرری و همسال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روز از روز آباد و زیبا گردیده با اندیشیدن یک قطار تدبیرهای مشخص در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق ناحیه و پیشروی‌های نظررس نائل می‌گردد.